متاسفانه ما توی حوزه گردشگری شهری رشت توی این همه سال، حالا به نوبه خودم، هیچ فعالیت موفق و مفیدی رو واقعا ندیدیم از شهرداری رشت، مگر اینکه جز یه سری برگزاری، یه سری جشنواره‌ها و همایش‌ها. البته نمیتونیم بگیم که کارها و قدم‌های خوبی نداشتن، نه، اما اون تأثیری رو که باید به عنوان گردشگری، اگه ما وقتی داریم بحث گردشگری یک شهر رو میکنیم دیگه، اونجا باید تو ابعاد کلی و گسترده نگاه بکنیم. متاسفانه شاید این درک به وجود اومده که گردشگری شهر رشت فقط این که ما بیایم 4 تا جشنواره برگزار بکنیم، 4 تا همایش بذاریم، که میشه گفت یک جاهایی رو واقعا خیلی ضعیف بود و به این فقط بسنده نمیشه کرد. شما براتون یه تعداد مهمون میاد از یه استان دیگه، مثلا به شما میگه که من از صبح تا شب ببر تو شهرت بگردون، دوست دارم من رو ببری بچرخونی با شهرت بیشتر آشنا بشم. این یه سوال فقط برای شما وجود نداره، برای تمام ما رشتی‌ها وجود داره. باور کنید خیلی بده که من شهر خودمو یک نمیشناسم، اصلا نمیدونم چون این جایی وجود داره نداره. ما توی صفحات مجازی فقط شهر رشت رو به میدون مرکزی شهر رشت میشناسیم. تا میخوایم یک جا به عنوان درست میدون شهرداری رشت به عنوان یک شاخص مهمه، اما فقط اون نیست، ما شاخص‌های خیلی مهمتری داریم. درست بازار شهر رشت خیلی خیلی مهمه، خب، اما فقط اون نیست. این خیلی بده. شما مهمونتون رو به عنوان یک گردشگری که اومده تو شهر شما شدی به عنوان یک راهنماش میبری خونه تاریخی به نشون بدین، نگهبان اونجا به شما میگه که شما اجازه نداری اینجا ورود بکنی. چرا؟ چون اینجا ملکیه که باید عمومی باشه، متاسفانه در اختیار یک سازمان دولتیه. این خیلی بده که ما وقتی تورهای رشتگردی رو گذاشتیم، خیلی از مردم رشت که اومده بودن توی این بازه‌ای که ما الان توی این 2.5 سال داشتیم، مخاطبای یه بخش اعظمی از مخاطبایی که اومده بودن میگفتن اصلا نمیدونستیم چون این ملکی تو رشت وجود داره. ما متاسفانه داخل شهر رشت یک بانک اطلاعاتی درست از پتانسیل‌های گردشگری که میتونه ارائه بشه نداریم. بله اومدن توی یه مقطعی یا به بهانه یک سری مراسم‌هایی، حالا یه سری گرد همایی‌هایی چون این برنامه‌ای برگزار شد، اما طوری که بتونه ادامه دار باشه و پایدار باشه نداشتیم. خب به 2 تا قضیه برمیگرده. یکی این که برمیگرده به بحث مدیریتی شهری که وقتی اون قالب‌های گردشگری شهری آماده نیست، مثل حمل و نقل، مثل اقامت، مثل پذیرایی، خب جاهایی رو حالا ما مثلا تو بحث پذیرایی مشکلی نداریم چون خدا رو شکر بیس شهر رشت گردشگری خوراکه. هر جای شما شهر رشت خیابون و کوچه بخواید برید، رستوران خوب، غذاخوری خوب میتونید پیدا کنید. اما تو بحث زیرساخت، مسیرهای دسترسی به جاذبه‌ها، حمل و نقلی که در اختیار بخش گردشگری باشه، خب بحث خدمات گردشگری که داره اون تو ارائه میشه، مثلا صنایع دستی میتونه باشه، خدمات فرهنگی میتونه باشه، خدماتی که میتونه به خود گردشگر کمک بکنه. خب بحث اقامت تو این 1 سال اخیر خدا رو شکر 1-2 تا هاستل خوب و اقامتگاه خوب به شهر رشت اضافه شد. ما تا قبل این اصلا بحث اقامت داشتیم. اقامت برای شهر رشت یا به هتل ختم میشد یا به سری خونه اجاره‌ای ها. خب مطمئنا طرف که کسی که میاد اینجا دوست همونه میتونه بره تو شهر خودش، میاد تو این شهر که از اون فضا و بافت سنتیش اگه قرار اقامت داشته باشه یا توی خونه قدیمی رشتی اقامت داشته باشه یا توی یه سری خونه‌های تلاردار خیلی قشنگ که تو اطراف شهر رشت وجود داشته باشه اقامت داشته باشه. وقتی طرف میاد میبینه که علنا زیرساختی وجود نداره، من برای چی بیام برنامه‌ریزی بکنم؟ برای چی مسافر رو بیارم اینجا بنایی رو که خودش میتونه بره ببینه با یک سرچ کوچیک؟ خب چطوری میتونم برنامه‌ریزی بکنم وقتی نمیتونه دسترسی به خیلی از جاذبه‌ها داشته باشه؟
ما تو این 1 سال اخیر تا به همین الان میشه گفت به کمک یه سری از دوستان متخصص بررسی میدانی داشتیم، منطقه به منطقه، نقطه به نقطه. تخصصی ترین نقشه گردشگری جاذبه‌های تاریخی شهر رشت رو تهیه و تدوین کردیم که قشنگ اومدیم تمام بناهای تاریخی که تو شهر رشت قابلیت بازدید، قابلیت مرمت و احیا رو دارن توش مشخص کردیم. خب که این میتونه یک موقعیت خیلی خوب باشه که این رو ما با ایجاد یه سری زیرساخت‌های مناسب توی ابتدای ورود گردشگر که اونا رو ایجاد میکنیم، با در اختیار گذاشتن این نقشه ها و این موارد و هدایت اون گردشگر به مسیر درست برای استفاده از این جاذبه ها، خب میتونیم اون شخص رو به درستی هدایت و توی اون هدفی که داره بهش برسونیم.